بیننده گرامی بفرمایید، شما رو خط هستید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خوبی آقای انصاری؟ سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ مهدی هستم از مشهد مقدس. آقای مهدی از مشهد مقدس. آقا مهدی از مشهد مقدس، بفرمایید. آقا یک کلیپ ما چند شب پیش شما دید تو شبکه ولایت. بله. بعد میگفتید داعش کوچکترین صدمه به مردم سوریه و عراق نزده. بله. یعنی داعش دچار هیچ گونه جنایتی تو عراق و سوریه نشده، درسته؟ نه، کی گفته اینو؟ شما نگفتی؟ نه. ببین آقا مهدی، نگفتی؟ آقا مهدی شما بیننده برنامه ما بودید که من آقای مهدی گوش کن نرف منو، بچه خوب گوش کن که من چی میگم بهت. شما اگر بیننده برنامه ما باشید، ما سر صدا نکن. آقا مهدی ببین، فشار خون میگیری، قندت میره بالا، مجبور میشی بری دکتر. در ایران هم که دیگه دوا دکتر خیلی گران هست در اونجا. گوش کن، هرس نخور جانم. پسر صداشو بلند کنید دوستان، صداشو بلند کنید. سر صدا نکن آقا مهدی، سر صدا نکن. گوش کن. نگاه کن، همین فاجعه منا که اتفاق افتاد. آقا مهدی گوش کن. آقا مهدی گوش کن. تو نوکر آل سعودی بیچاره. تو هم میری خونت خدا بگیرم زنه به چت نمیگن اینقدر دروغ نگو. اینقدر عراجیف نباش. تموم شد. یعنی خجالت نمیکشی خدا بگیرم. تموم شد. تو به چی آمدی زندگی بدبخت؟ تموم شد. امثال تو نمیدونم او خدمتی و 4 تا بی سواده که فقط خودتار فروختن به آل سعود. تموم شد. تو یک سره از این رژیم بعد میگی بیچاره امنیتی که توی ایران داریم، خب هم تو اروپاش نیست. تو اروپاش ترکیه رو شما به گند کشیدن، سوریه رو شما به گند کشیدن، عراق شما به گند کشیدن. حالا میخوای باید دچار یه بنده خدا افغانیا بکنی. تموم شد. خب بگو. تموم شد بگو. تشکر از شما. تشکر. شما غیر از فوش ناسزا چیز دیگری برای گفتن ندارید. من واقعا برای عقل و منطق شما واقعا متاسفم. دوست عزیز، برادر گرامی، یک لیوان آب سرد بخور، بشین، یک کمی با خودت فکر بکن، یک کمی بسنج. این که من گفتم در مورد داعش، بله بارها گفتم و ما در دینمون، در عقیدمون تقیه و دروغ نیست. من گفتم که داعش جنایت کردن در عراق، در سوریه، با احزاب اسلامی جنگیدن و با کسانی که مخالفشون بودن اونها رو تکفیر کردن، خون اونها رو مباح دونستن. اما ولو اینکه یهودی باشه، نصرانی باشه، ببینید الله سبحانه و تعالی به ما یک قاعده کلی رو در قرآن کریم یاد داده که وقتی که ما میخواهیم در مورد مخالفین، در مورد کسانی که با ما، من این آیه رو براتون بیارم، در سوره مائده آیه 8 الله سبحانه و تعالی در اینجا یک قاعده کلی رو برای ما بیان میکنه. میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که مؤمن هستید، کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، ای کسانی که ایمان آوردید همواره برای الله قیام کنید و به عدالت گواهی دهید. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون.
دشمنی با گروهی شما را بران ندارد که عدالت نکنید. عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیکتر است و از الله بترسید، امانا الله به آنچه می کند آگاه است. این یک قاعده کلی است. با آنچه که می کنید آگاه است. این یک قاعده کلی است در دین مبین اسلام که ما وقتی در مورد یهود صحبت می کنیم، در مورد نصارا، در مورد کمونیستا، در مورد مخالفینمون، از عدالت نباید روگردانی کنیم، عادل باشیم. این یک از صفات مسلمان هست. در همین شبکه مکارم شیرازی یهودی زاده ولد الزنا اومدن گفتن که فلان کلیپ شما آخوند آلت پرست، این اینجا تقطیع شده. جستجو کردیم، پرسیدیم، بخش پژوهش پیگیری، اصل کلیپ رو که دوستی که فرستاده بود اونو چک کردیم، بله این واقعا یک قسمتی از این کلیپ تقطیع شده بود. این حرف اون آخوند نبود، از یک آخوند دیگه. المهم آخوند شیعه است، ما میتونستیم این کلیپ رو تعدیل بکنیم با حرف این آخوند، نه حرف آخوند دیگر. اما چون حرف اینها در اینجا درست بود و ما چون عادل هستیم، حق است، ولو این که از زبان مخالف من باشه، ولو این که از زبان یک یهودی زاده ولد الزنا باشه، حق است. آقا این کلیپ رو متوقف کردیم. امروز جنایاتی رو که سپاه پاسداران ایران به نام اسلام در سوریه میکنن، یهودی‌ها در فلسطین در طول تاریخ اشغالشون نکردن. این یک واقعیت است. سپاه پاسداران ایران خوناشام‌تر از صهیونیست‌های اسرائیلی هستند. این یک حقیقت است. این به این معنی نیست که صهیونیست‌ها خوبن. سگ زرد برادر شغال، اینا همه یکی‌ان. در مورد داعش من گفتم و اینا همین تیکه رو گرفتن دارن پخش میکنن و آدم‌های کم اطلاع و کم عقلی مثل شما آقا مهدی و احساساتی میایید عصبی میشید و داد و فریاد را میندازید. من گفتم بیارید یک مورد که همین داعشی ها رفته باشند مثلا در یکی از شهرهای شیعه به خانه های مردم بیگناه غیر نظامی خونه‌هاشون رو با آتیش کشیده باشن، زن و بچه‌شون رو کشته باشن. میگن که با کردها کردن، با یزیدی های کرد، یک فرقه غیر مسلمان هستن. اگر کردن ما همون موقع هم گفتیم اشتباه کردن. همون موقع مثال آوردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم با مشرکین وقتی که لشکری رو برای جنگ میفرستادن میگفتن که زنها رو نکشید، کودکان رو نکشید، حتی درختهای سبز رو قطع نکنید، به اصطلاح به برده ها اونا رو نکشید. یعنی وصیت میکردن که فقط با کسی شما درگیر باشید که با شما میجنگن. اگر موردی رخ داده ما محکوم میکنیم، این اصل است. اما این جنایتی رو که هشت شعبی در انبار کردن، در فلوجه کردن، از دم هرچه خونه اهل سنت بود همه رو آتیش زدن، زن و بچه مردم رو کشتن. وقتی که به اسارت گرفتن در زندانها به اونا تجاوز کردن، بارها ما کلیپاشون رو نشون دادیم. در عراق، در سوریه تا حالا بیش از 100,000 کودک رو کشتن، فقط کودک رو، فقط به خاطر این که اسمش عمر هست، ابوبکر هست، عثمان هست، طلحه هست، زبیر هست، فقط به خاطر همین چیزا کشتن. آتیش زدن کودک زنده رو به خاطر که اسمش عمر هست، ما کلیپش رو پخش کردیم، آتیشش میزنن. این کارو داعش نکرده. درسته مردان مسلحی که باشون جنگیدن کشتن، اعدام کردن، همینطور مثل سیل کشتن. با مخالفینشون ولو اینکه اهل سنت بودن رحم نکردن. یک واقعیته. با جیش الاسلام، با جیش النصره، با بقیه که در سوریه کارایی که کردن همه دنیا شاهد هستن، حتی با اهل سنت، همین داعشی‌ها. اما هیچ وقت نرفتن زنان و کودکان بیگناه رو قتل عام بکنن در یک شهر شیعه نشین. اگر کردن بیاره شبکه ولایت، بیاره یک کلیپی نشون بده که رفتن مثلا در یکی از شهرهای شیعه، بعضی از شهرهای که نصف شیعه بوده رو گرفتن در عراق، رفته باشن زن و کودک مردم رو قتل عام کرده باشن. اما جنایتکاران سپاه پاسداران شما که تنها در سوریه بیش از 35,000 کودک رو قتل عام کردن، کودکان بیگناه رو
ما کلیپشو بارها پخش کردیم. به هیچ کس رحم نمی کنن. کلیپی است که یک رمه گوسفند یکی از چوپانهای اهل سنت رو در فلوجه گرفتن، همه گوسفنداشو سر میزنن. خب این رو یعنی هیچ جنایتکاری در طول تاریخ نکرده بود که قاسم سلیمانی و هشت شعبی و سپاه پاسداران و لشکر قدس شما داره انجام میده. و اینکه فوش میدید و ناسزا میدید، این برمیگرده به تربیت شما، به اخلاقتون. الله سبحانه و تعالی هدایتتون بده.